در پایتون ما توابع را میتونیم با def یا def تعریف بکنیم. توابع در واقع یک مجموعه از دستورات است که یک کار خاص را انجام میده و استفاده از توابع میتونه به ما کمک کنه که کدها را یک مقدار مرتبتر، مختصرتر و گاهی وقت قابل استفاده تر یا همیشه ببخشید قابل استفاده تر برای کاربردهای مجدد بنویسیم. حالا در اینجا ما میخوایم چند نمونه خدمت شما ارائه بدم. اولیش تابع فکتوریال هست. اگر ما بیایم بخوایم تابع فکتوریال یعنی n در n منفی 1 در n منفی 2 تا 1 را محاسبه کنم، توسط def ما نوشته میکنم مثلا فکتوریال n و در واقع بگم میایم یک شرط میگذارم اگر n مساوی با 0 باشد در صورت return برگردان 1 را. در غیر صورت return n ضرب در f n منفی 1 یا فکتوریال n منفی 1 فکتوریال n منفی 1. خب و در نهایت میتونیم به عنوان مثال اینجا پرینت بکشیم فکتوریال به عنوان مثال عدد 100 یا یک عدد دیگه ای که هر رقمی که خودتون میگه. اما این مجموعه از دستورات چه کار میکنه؟ در مفهوم ریاضیش حتما شما آشنا هستین، باز هم برای کسایی که یک مقداری ممکن است ناشنا باشن اجازه بدین که یک مقداری واضح‌تر ایره توضیح بدیم. فرض کنید که ما تابع را به این شکل تعریف کرده بودیم و البته f صفر هم 1 داریم. حالا میبینیم در اینجا در واقع در طرف چپ n داریم و طرف راست هم دقیقا همون n را میبینیم و همین مدل را در پایین کپی میگیریم. خب n در فکتوریال n منفی 1 است. اگر ما f n منفی 1 را بخوایم بنویسیم دقیقا مثل بالا n منفی 1 در فکتوریال n منفی 1 منفی 1 نوشته میشه. خب حالا اگر n منفی 1 منفی 1 میتونیم f منفی n فکتوریال n منفی 2 بنویسیم و دوباره n منفی 2 را هم به می شکل میتونیم فکتوریال در واقع حاصل ضرب فکتوریال n منفی 3 در n منفی 2 بنویسیم و به همین شکل پایین میاد و هر مرحله ما میبینیم فکتوریال هر رقم همون رقم در فکتوریال 1 واحد پایین تر از خودش است که 2 در فکتوریال 1 است و نهایتا فکتوریال 1 که 1 در فکتوریال 0 است. اما فکتوریال 0 در واقع 1 هست و ما با آسانی میتونیم به جای فکتوریال 1 بنویسیم 1. خب این فکتوریال 1 را وقتی ما داریم پس فکتوریال 2 میشه 2 در فکتوریال 1 که فکتوریال 1 هم 1 هست میشه حاصل ضرب 2 ضرب 1. فکتوریال 3 به میشه میشه حاصل ضرب 3 در فکتوریال 2 که میشه حاصل ضرب 3 در 2 ضرب 1. اگر ما بیایم بالا فکتوریال n منفی 2 میشه n منفی 2 در فکتوریال n منفی 3 و اگر ما به این شکل ادامه داده باشیم n منفی 3 هست n منفی فکتوریال n منفی 3 میشه n منفی 3 ضرب اعداد پایین تر از خودش تا به 1 برسه. در نهایت فکتوریال n منفی 1 هم n منفی 1 در فکتوریال n منفی 2 هست که اگر ما جایگزین کنیم مقادیر فکتوریال n منفی 2 هم به این شکل میشه و نهایتا فکتوریال n که میشه n در فکتوریال n منفی 1 و به این شکل یعنی حاصل ضرب n در n منفی 1 در n منفی 2 الی 2 ضرب 1. پس بنابراین اگر ما بیایم اینجا فکتوریال 100 محاسبه بکنم یک رقم بسیار بلند شده و اینجا میبینیم که یک تعداد صفرهایی هم در اینجا هست و این صفرها در واقع هم حاصل ضرب 10 در 20 در 30 تا 90 و 100 و هم مسلماً حاصل ضرب 2 ضرب 5 یا 15 ضرب 4 اینا هم صفرهایی را تولید میکنه. یک مثال دیگه مثال پیدا کردن اعداد اولیه هست. این هم مثال جالبی خواد باشه. حالا اعداد اولیه را اگر ما بخوایم پیدا کنیم دوباره ما از def استفاده میکنیم و مثلا یک
تابعی را به این شکل میگیم که آیا n پرایم هست یا نه. اول ما میخواییم که ببینیم یک عدد آیا اولیه هست یا نه، و بعد میخواییم اعداد اولیه از 2 که اولین عدد اولیه هست تا مثلا یک رقمی که ما برای دستور میتیم برای سیستم پیدا کنه. اول باید ببینیم که آیا عدد اولیه به چه شکلی پیدا بشه. برای از این کار ما از این تابع استفاده میکنیم. if n کوچکتر یا مساوی باشه با 1، در این صورت return false. چرا؟ به خاطر از اینکه ما اعدادی که اولین عدد اولیه ما 2 هست. for I in range، در رنج از 2 الی اینتیجر n تقسیم بر 2. حالا من میتونم ضرب کنم در 0.5 و ای را جمع 1 بگیرم. دلیلش چی است؟ به خاطر از اینکه ما اگر بخوایم که ببینیم که آیا n اولیه هست، باید ببینیم قابلیت تقسیم بر اعداد دیگه داره یا نه، و اعدادی که قابلیت تقسیم یعنی n برش قابلیت تقسیم داشته باشه حتما کمتر از نیمش است. و ما 1 را به خاطر اضافه میکنیم که گاهی ممکن است که خود عدد جفت باشه و نیمش قابلیت تقسیم داره دیگه. به می جهت 1 باید بالاتر میگیریم که رنج خود نیم در رنج قرار بگیره. خب در این صورت باقی مانده تقسیم n بر i اگر مساوی با 0 باشد، در این صورت return false. خب مسلما return true هست که ما در واقع زیر ای باید بگیریم میشه. خب یعنی در مرحله بعد اول اجازه بدین که امیر یک توضیح در روی پاورپوینت بتیم. اگر قرار باشه که ما قابلیت تقسیم n را بر اعداد بررسی بکنیم، نیاز نیست به کل اعداد ما را آزمایش کنیم. ما کافیست که بیاییم و نیمه در واقع فاصله بین 2 تا n را پیدا کنیم که در واقع n بر 2 اگر ما تقسیم بکنیم و در صورتی که n تاق باشه اینتیجر و در صورتی که n تاق نباشه خود n بر 2 هست، و بین n بر 2 اینتیجر n بر 2 و اینتیجر n بر 2 مثبت 1 اگر ما این فاصله رو ببینیم دقیقا متوجه میشیم که اگر ما n را بر اعدادی که در فاصله 2 تا اینتیجر n بر 2 هست تقسیم بکنیم و در صورتی که اطمینان حاصل کنیم که بر هیچ کدام از این اعداد قابلیت تقسیم نداره، متباقی اعداد رو نیاز به بررسی نداریم چون اونها از نیم بیشتر هستند. خب اگر ما باقی مانده تقسیم n بر 2 را ببینیم 0 است، اگر true بود، خب در این صورت n یک عدد پرایم نیست، مرکب است، عدد اولیه نیست. و اگر فالس بود در این صورت باز میبینیم بر 3 هم آیا قابلیت تقسیم داره یا نه، یعنی باقی مانده تقسیمش بر 3 هم آیا 0 هست یا نه. باز هم اگر فالس بود بر 4 میبینیم و به می شکل این کار ادامه میتیم تا که به اینتیجر n بر 2 برسیم. و در صورتی که بر اینتیجر n بر 2 هم در واقع باقی مانده تقسیم 0 نباشد، در اون صورت ما اطمینان حاصل میکنیم که n یک عدد پرایم یا عدد اولیه هست. خب میتونیم در اینجا ما یک امتحانی هم بگیریم که حالا میگیم که is prime به عنوان مثال 127 میگیریم. آیا 127 عدد اولیه هست؟ خب به نظر مشکلی با وجود آمده و بله ما ترو را اینجا اشتباه نوشته کردیم. بگذاریم که بله، در صورتی که 127
اولیه هست نشان میده true هست. حالا من اگر همین را 125 بگیرم یا 123 بگیرم، در این صورت برام فالس میده، چون 123 یک عدد اولیه نیست. بین که ادامه بدیم، میخوایم حالا یک لیست از اعداد اولیه مثلا از 2 تا 127 را پیدا کنیم. این تمام اعداد اولیه قبل از 127 یا 100 یا 200 یا هر چی که است. در این صورت باز هم تعریف میکنم یک تابع prime numbers n و برای از این کار اول کاری که میکنیم است که یک در واقع لیست تشکیل میتیم پرایمز. این لیستی که ما تشکیل میتیم در واقع هر رقمی که ما پرایم پیدا میکنیم در این لیست اضافه میکنیم. خب for I in range، خب از کجا؟ از 2 الی n مثبت 1. و دلیلش این مثبت 1 بر چی میگیریم؟ باز هم مثل دفعه قبل به دلیل از این هست که ممکنه خود n یک عدد اولیه باشه مثل 127 که باز ای باقی نمونه از لیست ما. if is prime I، اگر ای true بود در این صورت ما میگیم که امی پرایمز یا لیستی که ما اینجا ایجاد کردیم دات، نیازم نیست که دوباره بنویسیم، append I. خب اگر من اشتباه نوشته نکرده باشم، بله append I. و در این صورت return primes که در واقع همو لیست بر ما برگردانه بر ما من حیث نتیجه نهایی. خب حالا من میخوایم که ببینم که همین تابع که ما داریم در اینجا به عنوان مثال یک عددی را بگیریم مثلا 137، ببینیم که آیا لیستی از پرایمز ها را بر ما پیدا میکنه یا خیر. بله و همچنین که میبینیم ایره پیدا کرد. اگر من ایره پرینت بنویسم شاید بهتر باشه که لیست به شکل افقی بر ما نشر کنه. بله و میبینیم که تمامی اعداد را پیدا کرد، 127 بعد از 131 و 137.